سلام. اگر با اصطلاحات و عباراتی مثل سوزوندن رگ قلب اضافه، بلوک قلبی، آریتمی قلبی و یا ضربان قلب اضافه و نابجا مواجه شدید، برای اینکه بدونید این مشکل به کدوم قسمت قلب شما ارتباط پیدا میکنه، حتما تا آخر این ویدیو رو تماشا کنید. ما در قلب یک سیستمی داریم به نام سیستم خونرسانی که توسط عروق کورونر این خونرسانی به خود عضله قلب صورت میگیره. قلب هم مثل همه اعضای بدن نیاز به خونرسانی داره تا اکسیژن و مواد تغذیه‌ایش رو از این خون بگیره. این خونرسانی توسط عروق کورونر انجام میشه. رگ کورونر سمت چپ و رگ کورونر سمت راست. بیماری‌های این عروق کورونر تنگی و یا انسدادش باعث آنژین صدری و یا سکته‌های قلبی میشه که خیلی وقتها شنیدیم و یا در اطرافیان و یا خودمون دیدیم. درمان این بیماری‌های عروق کورونر میشه درمان دارویی، آسپرین، استاتین، قرص‌های چربی و یا آنژیوپلاستی یعنی تعبیه استنت و فنر و یا عمل قلب باز. حالا بجز این سیستم خونرسانی ما در قلب یک سیستمی هم داریم به نام سیستم هدایتی قلب. قلب یک فرد بعد از تشکیل در دوران جنینی و به دنیا آمدن فرد تا آخر عمر یک فرد به طور خودکار، غیر ارادی و منظم باید ضربانسازی ایجاد بشه تا انقباضات غیر ارادی قلب ایجاد بشه. این کار توسط سیستمی انجام میشه به نام سیستم هدایتی قلب. از یک گرهی به نام گره سینوسی این ایمپالس های الکتریکی خود به خود و غیر ارادی صادر میشه، به دهلیزها میرسه، از اونجا به گره دهلیزی بطنی و از اونجا از طریق باندل یا رشته های عصبی سمت راست به بطن راست و از طریق باندل سمت چپ به بطن چپ این ایمپالس ها منتقل میشه که باعث میشه هر دو تا بطن همزمان منقبض بشه. حالا یک سری از بیماری ها داریم مربوط به این سیستم هدایتی است. گاهی اوقات ممکنه که گره سینوسی کار نکنه، گره دهلیزی بطنی کار نکنه یا هر کدوم از این باندل ها کار نکنن. اینجا بلوک های قلبی رو داریم. درمانش ممکنه اگر نیاز بشه نیاز به باتری بشه. باتری رو زیر پوست میکاریم، لیدش رو داخل قلب میبریم و اون ایمپالس ها رو به جای اینکه از گره سینوسی یا دهلیزی بطنی صادر بشه توسط اون باتری این ضربان سازی ایجاد میشه. ممکنه که سیستم هدایتی خوب باشه ولی در داخل دهلیزها یا بطن‌ها یک سری از نقاط و کانون‌هایی باشه که مثل گره سینوسی ایجاد ایمپالس میکنن. یعنی که سیستم هدایتی قلب خودش داره کارش انجام میده، به طور ناگهانی یک جای دیگه ایمپالس صادر میکنه. اینجاست اون مواردی که فرد میگه که ضربان قلبم حس میکنم نامنظم هست، احساس تپش میکنم، احساس میکنم قلبم یهو میکوبه، احساس میکنم قلبم یهو هوری میریزه و این توصیفات رو ممکنه بیماران داشته باشن. این برمیگرده به اون کانونهای نابجایی که در داخل قلب ممکنه وجود داشته باشه. درمانش هم میشه درمان دارویی و یا اینکه با روشی به نام الکتروفیزیولوژی استادی EPS چند تا سیم از داخل وریدها به داخل قلب برده بشه، اون محلها پیدا بشه و اصطلاحاً حرارت داده بشه، سوزونده بشه و ابلیت بشه. به این کار میگیم EPS ابلیشن. بعضی وقتا ممکنه که این مسیر هدایتی که داریم یک مسیر هدایتی اضافه هم در جای دیگه از عضله قلب وجود داشته باشه. باعث میشه فرد به طور ناگهانی ضربانش یک دفعه بره بالا. فرد به عنوان مثال ضربان 80 تا داره، یک دفعه ضربانش میشه 160 تا 150 تا 200 تا. این به این علت هست که ضربان هم از سیستم هدایتی اصلی و هم از این مسیر هدایتی به بطن‌ها منتقل میشه و بعد با سرعت 2 برابر ممکنه که انقباض پیدا کنه. درمان این حالت هم به جز درمان دارویی همون EPS ابلیشن هست و یا اصطلاحاً اون سوزوندن رگ اضافی. در صورتی که حالا رگی ما نداریم، بیشتر همون مسیر هدایتی اضافه است، ربطی به اون رگ کورونر و رگ‌های خونرسانی قلب نداره. این یک غلط مصطلحی است که خیلی وقتا به کار برده میشه و بعضی وقتا خود ما هم اونو به کار میبریم. پس ما اگر بخوایم یه مقایسه‌ای داشته باشیم، در قلب یه سیستم خونرسانی داریم و یه سیستم هدایتی. سیستم خونرسانی رو میتونیم تشبیه کنیم به لوله کشی یک ساختمون و سیستم هدایتی رو به سیم کشی یا برق کشی اون ساختمون. بیماری‌های سیستم خونرسانی میشه بیماری‌های تنگی عروق کورونر یا انسداد، بیماری‌های سیستم هدایتی میشه بلوک قلبی
تپش قلب‌های نامنظم، آریتمی قلبی و یا اینکه مسیرهای هدایتی اضافه. تشخیص بیماری عروق کرونر با روش‌هایی مثل تست ورزش، اسکن، سیتی آنژیوگرافی و نهایتاً آنژیوگرافی خواهد بود و روش‌های تشخیصی بیماری‌های سیستم هدایتی، نوار قلب، هولتر 24 ساعته قلب و اون اقدام EPS یا الکتروفیزیولوژی استادی خواهد بود. درمان بیماری‌های عروق کرونر، درمان دارویی، آنژیوپلاستی یعنی تعبیه استند و فنر و عمل جراحی قلب باز خواهد بود و درمان بیماری‌های رگ‌های هدایتی، درمان دارویی، الکتروفیزیولوژی و ابلیشن، EPS ابلیشن و یا تعبیه باتری خواهد بود. اگر این ویدیو براتون مفید بوده و بخشی از سوالات ذهنی شما رو پاسخ داده، لطفاً ویدیو رو سابسکرایب کنید و با دیگران به اشتراک بگذارید. ممنون، مرسی.